میگه نوروز تبریک نگوین که کفری است و گناه دارد، چرا که صلی الله علیه وسلم از او یاد نکرده. صلی الله علیه وسلم بیچاره از بهار چی میفهمید؟ در او سرزمین ریگستان خشک عربستان او بیچاره هیچ خبر نداشت که چه وقت زمستان میشه و چه وقت بهار. همچنانی که از آیات قرآنش پیداست، یکی از آرزوهای دیرینه صلی الله علیه وسلم و اصحاب و انصار او رسیدن به جایبارهای روان و سایه های درخت بوده که حتی او را در بهشت برای پیروان خود وعده کرده. و همچنان خدای از او بیچاره از برف خبر نبود، اگر نه خدا میفهمه چند سوره برف می داشتیم و چقدر دعا در رابطه به این می داشتیم که کدام پای اول روی برف بگذاریم و کدام دعا را بخوانیم. پس جشن باستانی نوروز، شکفتن بهار و بهاران خجسته باد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد.